پیمان ملی تاجیکستان یک ائتلاف نیروهای اپوزیسیای تاجیک که اساساً در اروپا عمل میکند روز 5 سپتامبر در یک همایش در ورشو مرامنامه خود را معرفی کرد. پیمان ملی تاجیکستان در این برنامهش میگوید که باید در قانون اساسی تاجیکستان عوض شوندگی قانونی مقامات عالی کشور ضمانت داده شده، مهلت وکالت‌های پرزیدنت مشخص گردیده و کوشش تغییر این اصول همچون کوشش غصب حاکمیت معنی داد شود. همین طور اپوزیسیای تاجیک خواستار محدود کردن دایره وکالت‌های پرزیدنت و وکالت‌های پارلمان و سروزیر برعکس وسیع کرده شود و رهبری دولت به پرزیدنت ولی ریاست حکومت به سروزیر واگذار شود. پیمان ملی تاجیکستان همچنین میخواهد که تمام رئیسان جماعت‌ها، شهر و ناحیه‌ها و ولایت‌ها انتخابی باشند. مجلس ملی، مجلس بالای پارلمان تاجیکستان همچون نهاد نالازم از بین برده شود. کمیسی‌های انتخابات مستقل شوند و حزب‌های سیاسی از جانب دولت دستگیری مالیوی پیدا کنند. این ائتلاف مخالفین تاجیک همچنین خواستار از جانب پارلمان تعیین شدن سودیه‌ها و دادگاه کنستیتوسیونی دادن حق تفسیر قانون اساسی شده سود حربی از بین برده شود. پیمان ملی تاجیکستان همچنین خواستار اختصار بازرسی دولتی اتومبیلی و اگنتی مبارزه با کروپسیا و تأسیس یک نهاد یگانه تفتیشاتی در سطح جمهوری شده اصلاح کل نظام زندانها را طلب کرده است. پیمان ملی تاجیکستان همچون ائتلاف نیروهای اپوزیسیای تاجیک ماه سپتامبر سال 2018 در همین پایتخت پولشا تأسیس یافته. حزب فعلا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان، انجمن آزاداندیشان تاجیک، حرکت اصلاحات و رشد تاجیکستان و انجمن مهاجران آسیای مرکزی در اروپا متحد میکند. فعالیت پیمان ملی تاجیکستان در تاجیکستان با حکم دادگاه عالی از 15 آگوست سال 2019 رسما منع کرده شده است. رهبر پیمان ملی تاجیکستان رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محیدین کبیری می باشد. منتقدان این ائتلاف را برای آن تنقید میکنند که بغیر از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دیگر سازمان‌های عضوش جنبش‌های پرطرفدار نیستند و سازمان‌های نسبتاً فعالتر اپوزیسیونی به مثل گروه 24 به آن پیوستند.